جمینا موقعیت مکانی که روی نقشه آوردم و یه سری اطلاعات بهم بده و اینکه از چه مسیرها و اتوبان‌هایی میتونم دسترسی بهش داشته باشم، کجاست و نظرات مردمو در رابطه با امکاناتی که داره بهم به صورت خلاصه ولی کامل و جامع بگو. برج میلاد همونطور که روی نقشه میبینید یه برج چند منظوره در شمال غربی تهرانه. این برج با 435 متر ارتفاع بلندترین برج ایرانه و ششمین برج بلند مخابراتی دنیا به حساب میاد. برای رفتن به برج میلاد هم میتونید از بزرگراه‌های حکیم، همت، شیخ فضلالله نوری و چمران استفاده کنید. برج میلاد امکانات تفریحی و رفاهی زیادی داره. مثلا رستوران گردانش خیلی معروفه. یا سکوی دید باز و بسته، موزه مشاهیر ایران و مرکز خرید 5 طبقه هم داره. خیلی از بازدید کننده ها از چشمانداز شهر تهران به خصوص موقع غروب آفتاب لذت بردن. بعضی هم از کیفیت و قیمت بالای رستوران ها و کافه هاش گلایه داشتن. خب خیلی عالی، ممنون ازت.